کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنة بعشر امثالها الى 700 ضعف. برای یک حسنه خدای تعالی از 10 تا 700 ثواب عنایت میکنه. این ماه شریف رمضان ماه خاص است و در این ماه خدای تعالی انا 700 ثواب میده. اگر به شرطی که در عوض هر حرف خدای تعالی برای ما و شما 700 ثواب عنایت کند، پس با یک ختم قرآنی که در ماه شریف رمضان انجام دادیم صاحب 238 میلیون و 518 هزار ثواب میشه. الله اکبر. یه بچه خدا که بتد نمیگه بچه کی بخ بگه. اگر این ختم گریزون میدونستم به خدا قسم، اگر این مسجد گریزون میدونستن که این قدر نعمت پروردگار در این ختم قرآن نهفته است، هرگز این محفل را ترک نمیکردن. اما چیزی که رفت دیگه خلاص شد. مسکلان خاک بر جا ماندن، سابقون از سابقون در راند، خاک پناه ماندن، این سابقون از سابقون در اسبای بادپای انشاءالله در راندن. فردا روز قیامت روزدارای ماه شریف رمضان رحمت پروردگار انتظار است. قرآن عظیم الشانی که به شب‌های رمضان ختمش کردیم پیش پروردگار التجا میکنه: یا ربی انی منعته النوم باللیل فشفعنی فیه. پروردگار من همین بنده ای را به شب‌های رمضان از خواب باز داشتم، پس شفاعتی مرا در حقش قبول کن. بعدم میگه رمضان میگفته است. در حدیث اگر چنده که برعکس اومده است، اول رمضان اومده است به قرآن، میگه مجلسی ختمی که قرآن است از قرآن شروع کرده. یا ربی انی منعته طعام و شهوات بالنهار فشفعنی فیه. پروردگار من به روزها از خوردن و آشامیدن از شهوت ها این بنده را منع کردم. شهبچه از خوف آن که مبادا میل رغبت کنه و دست به کاری نامشروع بزنه، ایزن از بری عروسی نازنینش دور دور میگشت. خدای شفاعتی مرا در حقش بپذیر. فیشفعان و شفاعتشو پذیرفته می شود. شفاعت اینا را خدای تعالی میپذیره. و رمضانی بزرگ میگفته است پیش خدا: اللهم توجه بتاج کرامه. پروردگار را در سر این بنده تاج کرامت بگذار. روزدارای ماه شریف رمضان در صحرای محشر از دیگر مردم فرق میکنند، در سر تاج کرامت دارند. جنت 8 در دارد. دری پردیش ریان نمود، پردیف خود انمو دری ریان باز میشید است. ندا میشه این صائمون شهر رمضان. روزدارای ماه شریف رمضان کجا هستید؟ بیایید، شما مهمانای خاصه پروردگار هستید. خدای بزرگ شما را انتظار است. آخی میدرویان نعمت خدای تعالی در جنت براشون مهیا کرده است که نه چشم دیده است، نه گوش شنیده است، نه حتی در گوشه خاطری کسی خطور کرده است. در مست دیگر وقتی میبینن اون قدر نعمت را خوش ایسرشو میپرن. میگه ندای ملکوتی میشود: تريدون شیئا ازیدکم. میخواهی با یکون چیز دیگر هم براتون زیاده کنم. حضرت خداوندی میگه در جواب میگن: الم تبیض وجوهنا الم تدخلنا الجنه و تنجینا من النار. پروردگار مگر سفید رو ما نکردی؟ مگر از آتش جهنم نجات مو ندادی؟ مگر داخل جنت مو نکردی؟ از این دیگه نعمتی بیشتر، از این نعمتی بالاتر چی است؟ حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما و شما بشارت میدهد: فیکشف الحجاب فما اعطوا شیئا احب الیهم من النظر الی ربهم عز وجل. همین وقت میگه حجاب از پیش چشماشو گرفته میشود، غرق تماشای جمال به مثال پروردگار میشوند. جمال پروردگار اینقدر نعمتی بزرگ است که دیگر تمام نوش نعمتی جنت فراموش میکنند. انشالله روزدارای ماه شریف رمضان در جنت همین نعمت ها منتظر هستند.